درود به همه دوستان، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو بعد از سامر بریک فرمول 1. امروز میخوایم به استقبال مسابقه هلند بریم. بعد از 30 روز فرمول 1 برگشته، پر از خبر، پر از آپدیت، و تو این ویدیو میخوایم راجبشون صحبت کنیم. یه هفته یه ویدیو نداشتیم توی کانال پرایم دیگه. تیمای 2 هفته استراحت رو داشتن اون وسط سامر بریک. یه هفته هم من گفتم فرصتیه که هم یه در واقع تغییری بدیم توی سری از مسائل، همین که بتونیم خب یه استراحتی داشته باشیم برای نیم فصل دوم. خب مسابقه هلند هفته اسپرینت هستش. امسال 6 تا اسپرینت داریم که پنجمیش هلند، یه دونه دیگه توی سنگاپور داریم. فرمت هفته اسپرینت اینطوریه که یک جلسه تمرین، یک تعیین خط اسپرینت و بعد مسابقه اسپرینت و بعد تعیین خط مسابقه اصلی و بعدم طبیعتاً مسابقه اصلی روز یک شنبه، که همه اینها رو به جز تمرین اول پخش زنده داره پرایم اگر اداره برق رو برای ما بذاره. مسابقه مجارستان برق نبود و منم نتونستم گزارش کنم. این هفته هم شرایط همونه، اگر برق باشه قطعا هستم، اگر نباشه خب دیگه دست من خارجه. اما این هفته اسپرینت بعد از یک ماه تعطیلی کمی سخت میکنه کار رو برای تیم‌ها، خصوصا تیمایی که میخوان آپدیت بیارن. با یک جلسه تمرینی باید ببینیم آیا میتونن خودشون رو برسونن یا نه. به نظر من کار سختی دارن تیم‌ها این آخر هفته با توجه به آپدیت هایی که هست، با توجه به شرایط مختلف. ولی باید ببینیم که مثلا استون مارتین و موتور جدید توی اون یه جلسه تمرین واقعا میتونن تست ریلایبیلیتی ازش بگیرن یا نه انقدر مطمئنن که میذارنش توی ماشین. بریم طرح پیست رو با هم دیگه ببینیم. پیست هلند که 14 تا پیچ داره. خب یه دور سری هم حالا داخلش داریم که این هفته یک نمای ویژه تری هم براتون انتخاب کردم. 2 تا منطقه SM یا همون استریت لاین مود که به نوبه خودش جالبه، به خاطر اینکه ما این در واقع کمترین حالتیه که داشتیم امسال. کمترش فقط موناکو بود که هیچی نداشت، که خب طبیعی هم بود. اینجا فقط 2 تاه و یه چیزی مثل همون دیارس سالهای قبله، یعنی یه دونه کفی شروع و پایان داره پیچ 14 تا اول، یه دونه آخر سکتور 2 اول سکتور 3 که از پیچ 10 تا 11. یعنی یه جورایی نمیدونم چرا بین پیچ مثلا 3 تا 7 نذاشتن. حالا با هم دیگه توی دور سری میبینیم، ولی به نظر من پیچ 3 تا 7 میتونست این رو بگیره که هم به تیما کمک کنه سریعتر برن اونجا، همین توان موتوری که کمتره رو خب جبران کنه. یه عکس دیگه که راجع به این پیست بخوایم با هم دیگه ببینیم، نزدیک بودنش به ساحله. شاید خیلیاتون به این موضوع تا الان دقت نکرده باشید. این نزدیکی که به ساحل داره، مثلا روز جمعه تمرینه یا حالا این هفته اسپرینت داریم و روز شنبه تعیین خط داریم، اون فاصله بین سشن ها یا حتی شبی که مثلا تعیین خط شنبه تا مسابقه یک شنبه است، اگر وزش باد شدید باشه این شن و ماسه ها رو میاره توی پیست و این موضوع خودش برای تیم ها چالشی هستش که کی ماشین رو بفرستن بیرون. ماشین رو میخوان دیرتر بفرستن که بقیه برن این شن ها رو به حال بذارن کنار. ولی موضوع خب مهمیه دیگه. یعنی ما الان تمرین اول و جمعه که داریم، ماشین ها که رد میشن اون دورای اول دقت کنید که چقدر شن و ماسه بلند میشه. تازه قبلش میان پیست رو با اون وسایلی که دارن جمع میکنن، تمیز میکنن، ولی بازم میاد به خاطر اینکه خیلی نزدیکه. و یک چیز دیگه ای هم که من خدمتتون بگم، قبل از سامر بریک من گفتم سبک ویدیوها قراره خورده تغییر کنه. ما امروز این ویدیو استقبال کلی رو داریم. فردا که پنجشنبه باشه، با توجه به اینکه عکس تیما میاد بیرون از حدود صبح تا مثلا بعد از ظهر، فردا ساعت 6 و نیم هم یه ویدیو داریم که اصلا آپدیت های تیما رو نگاه کنیم، یعنی چه تیمی چی آورده، اگر مرسدس آورده هر تیمی آورده. اینم یه قسمت جدیدیه که گفتم سری قبلی استقبالای باگی داشت، ما پنجشنبه رو از دست میدادیم به خاطر اینکه نمیدونستیم خب چی میارن دیگه. الان یه ویدیو هم پنجشنبه ها داریم که اینو از دست ندیمش. بریم با هم دیگه یک دور سری رو ببینیم. بسیار نمای خاصی رو من انتخاب کردم، امیدوارم خوشتون بیاد. خب برخلاف چند ویدیوی قبل که از نمای آنبورد بود، برای پیست هلند من گفتم بریم از
داخل کابین یک ویدیو رو داشته باشیم. حالا ممکنه ویدیوی بعدی برای مسابقه مونزا تغییر کنه، ولی یه چیز جدید برای هلند داشته باشیم. با مکس ورستپن هستیم، دو رو هم خودم زدم، ای کاش میتونستیم دو رو واقعی نشون بدیم، ولی خب دیگه حالا قوانین کپی رایت. بریم با هم این دو رو ببینیم. من باهاش صحبت میکنم، صدای ماشین خیلی زیاد برای من کلا قطعش کردم، حواسم نبود موقع ضبط کردن صدای ماشین رو بیارم پایین. برای همین توی همچین شرایطی میریم. ببینید کفی طولانی نسبتاً و ترمزگیری که داره اینجا، راننده ها حواسشون به این تابلوها هست، حواسشون به این تابلو 50 متری هستش و از 60 متری بودن اینجا ترمز میگیرن به سمت راست، داخل. حالا فرمون رو باز میکنیم. خیلی از این کربه استفاده نمیکنن، بعضی از راننده ها هم استفاده میکنن، دل بخواهیه و بستگی داره چقدر ماشینتون با کربا مهربون باشه. پیچ دوم به سمت راست، پیچ سوم دیوانه واره و یه شیب واقعا عجیب و غریب داره. ولی نکته ای که باید اینجا یادمون باشه اینه که الان ببینید من چقدر از داخل اینو میزنم و سعی میکنم بیام بیرون. در شبیه ساز و حالا ای اسپورت کاری که انجام میدن دوستان کار جالبیه، یعنی میان این لاین رو اصلا داخل میزنن، به خاطر اینکه این شبیه ساز اصلا اینجوری سریعتره. توی واقعیت شیب انقدر زیاده که تیم ها از بیرون میزنن. یعنی ما اگه چند ثانیه اینجا برگردیم عقب خدمت شما عزیزان، مثلا رفتیم یه ویدیو دیگه، برگردیم همونجا، این شیب اینجا در واقعیت راننده ها خیلی بیرونترن و لاین بیرونتری رو میزنن به خاطر اینکه سریعتره. در شبیه ساز لاین داخل سریعتره. باز من اینجا خیلی سعی کردم بیام بیرون که مثل واقعی بشه، ولی خب باز میگم شیب شبیه ساز مثل واقعیتش نیست اینجا دقیقا. بعد ادامه دو رو داریم. اینجا جاییه که من فکر میکنم یک اون حالت اکتیو رو میتونستیم داشته باشیم. بعد از پیچ 3 اینجا که میایم پیچ 4 و پیچ 5 و پیچ 6 اصلا پیچ نیستن، یعنی ما اینجا راحت میتونیم داشته باشیم، ولی خب نذاشتن. میرسیم کجا؟ پیچ 7. تخته شاید، آیا مطمئنم از اینکه تخته میزنن؟ نه، باید ببینیم با چه مود موتوری واردش میشن. و به سمت راست اینجا کمی آندرستیر هم داره ماشین. پیچ 8 هم به سمت راست، لیفت داره یه دنده پایین. و بعد پیچ 9 داریم، ترمزگیری از 60 متری به سمت راست. اینجا هدفگیری که باید انجام بدیم، باز میکنیم فرمون رو تا جایی که ممکنه میریم سمت چپ و بعد ادامه میدیم. برای پیچ 10 خیلی شما دوست دارید مسیر رو کلا کوتاه کنید، یعنی این از اون پیچایی نیست که لیت اینتری داشته باشه و دیر بیاد، نه، زود بیاد داخل بمونید. اینجا من خیلی زود میام داخل ولی یه دفعه وسط پیچ چسبندگی ندارم و ببینید به سمت بیرون هدایت میشم. شاید راننده ها لاین های مختلفی بزنن. من فکر میکنم فراری تیمیه که اینجا رو خیلی مثلا توی شرایط تک دور از همه سریعتر باشه، به خاطر اینکه ماشیناشون میتونن داخل بچسبن. ولی بقیه ماشینا مرسدس، مکلارن و ردبول من اسم کنم شاید یه ذره از در واقع لیت اینتری کنن، به خاطر اینکه میدونن اون چسبندگی رو ندارن. توی مجارستان هم همین اتفاق افتاد. اینجا SM در واقع نوشته شده استریت لاین مود، دکمه رو میزنی، بال جلو بال عقب باز میشه. سکتور دوم اینجا تموم میشه و میرسیم به پیچ 11 و 12. ترمزگیری که داره از 90 متری، راننده از الان داره اینجا رو هدفگیری میکنه برای این پیچ و اتفاقی که میفته به سمت راست بلا فاصله به سمت چپ. موضوعی که اینجا مهمه اون تغییر روتیشنه، تغییر جهت ماشین و وزن ماشین. باید بتونی بالانس رو نگه داری. اینجا دوباره چسبندگی کم شد، آندرستیر شد، ولی خروج خوبی رو میگیریم. بعدی پیچ 13 یه پیچ خیلی مهمه، شاید الان نگاه کنید یه بار رد شیم ازش. به این تصویر پیچ ساده ایه، ولی از لحاظ تایم گیری و تایم از دست دادن پیچ خیلی مهمیه. چرا؟ مشاهده کنید. یک در واقع بهتون بگم 5 کیلومتر سریعتر این پیچو زدن یعنی تو کل اون کفی داریم تایم میگیریم. 5 کیلومتر کنتر این پیچو زدن یعنی تو کل اون کفی 5 کیلومتر کنتر از هم تیمیمون هستیم. و اینجا به شدت مهمه که ماشین رو بفرستی، نه اینکه دیگه ریاکشن نشون بدی بگی نه دیگه، ماشین رو باید بفرستی، یعنی فول سنتش کنید. مکس استپن جی پی بعضی موقع بهش میگه فرستادی، اینجا همینه. و بعد سرعت دیگه مسئله کفیه. یه شیب دیوانه‌وارم اینجا میبینید هست. حالا توی مادرید میریم همین شیبی هم دوباره داریم، ولی این شیبه الان بیشترینه که توی فرمول 1 هست. توی مادرید از این کمتره، ولی مادرید وضعش یکم فرق داره. راجع مادرید نمیخوایم بیشتر صحبت کنیم، ولی دوباره اینجا بال جلو بال عقب باز میشه و یک دوره سعی رو دیدیم. من خودم گفتم این نما رو استفاده کنیم برای این ویدیو. حالا ممکنه ویدیو بعدی برگردیم همون آنبورد.
خب بعد از 1 ماه بالاخره دیگه وقتش رسیده که هوندا به قولش عمل کنه دیگه، یعنی قول موتور جدید. موتور هم تست کردن به نظر میرسه در همون مجارستان، در واقع چند روز بعدش از روزهای فیلم برداریشون استفاده کردن. ولی موضوعی که الان من دارم بهش فکر میکنم اینه که این موتور اگر بیاد، استون مارتین از لحاظ دامفورس تیم 5م بود توی مجارستان و خب این یه جامپ خیلی بزرگه دیگه، از تیم 11 به 5م. ولی یه سری شایعات ناخوشایندی به گوش میرسه که این موتوره که تو مجارستان تست شد، گرچه بهتون بگم 25 روز پیش این موتور تست شد، میگن این موتوری که تست شد اصلا، یعنی استون مارتین گفت این چیه، این که همینه، ورشی آوردی هیچ قدرتی به ما نمیده. هوندا از اون طرف گفته نه این قدرت رو میده، حالا باید بریم توی مثلا بعد سامر بریک تمام پتانسیلش رو شما میبینید. الان یه چیزی هم هست بین خودشون که دقیقا نمیدونن چه قدرتی قرار بگم، ولی اون چیزی که هوندا گفته، یعنی گفته که نه لیک شده اومده بیرون، هیچ والا موتورسازی نمیاد بگه دقیقا چقدر نیرو، گفتن حدود 20 اسب بخار قرار بهشون بده و برای در واقع اون برنامه‌شو اینه این موتوره که میاد یه چیزی چند اسب کمتر از فراری الان داشته باشن. قدم بزرگیه برای هوندا و استون مارتین، خیلی جاه طلبی میخواد همچین چیزی. من خودم فکر نمی‌کنم به یک بار همچین پرشی رو بتونه هوندا داشته باشه با این پکیجینگ و اینا، ولی امیدوارم بیاد، امیدوارم استون سریع بشه، امیدوارم فرناندو همچنان بدرخشه. ولی میگم یه ذره بعیده با یه آپدیت یه دفعه اینطوری بشن، چون استون مارتین اصلا آپدیت موتوری نداشته امسال. اگر یه آپدیت دیگه آخر سال بیارن بگن خب ما الان این آپدیت ولی یه دونه آپدیت موتوری اونم از هوندا من بعید میدونم. حالا دیدیم استون این همه آپدیت آورد ماشینش خوب شد، ولی یادمون نره توی پیستی این آپدیت ها کار کرد که نیروی موتور خیلی توش مهم نبود، درگی بودن خیلی توش مهم نبود. این مکلارن مسابقه بود، در صورتی که اگر مثلا همونو توی بلژیک می آوردن شاید نتیجه خیلی متفاوت نبود، چون خب مسیرهای مستقیمی زیاد داره. آپدیت فراری و مرسدس 2 تا در واقع موضوع مهم این هفته است. فراری 90% آپدیت آورده، یعنی فلور جدیدی که دارن میارن، قطعات جدیدی که دارن میارن 90% من مطمئنم. حالا فردا هم که راجبش یه ویدیو داریم دیگه. ولی مرسدس یه خورده احتمالش پایینه. مرسدس یه شایعاتی اومد که آماده کرده، این پکیجو میشه پکیج دومشون، فراری میشه پکیج سومشون. حالا در ادامه فصل دوباره فراری پکیج داره. موتور فراری هم خیلی از من میپرسن اصلا توی مدت همه پی وی من موتور فراری چی شد، موتور فراری چی شد. موتور فراری برای مونزا میاد، برای این هفته نه، برای هفته بعدش به احتمال 90% میاد. بازم میگم من نه تو تیم فراری هم دقیقاً نمیدونم، ولی مونزا به نظر میرسه تارگت فراری برای اون موتور است. این هفته آپدیت آیرودینامیک، فلور ماشین اصلی ترین جاییه که میخوان آپدیتش کنن. مرسدس هم میخواد آپدیت رو بیاره، ولی احتمالش یه ذره کمتره. من 60% اینا مرسدس رو فکر میکنم. حالا باز میگم اگه آپدیتی باشه خب حتما تو ویدیو فردا راجبش صحبت میکنیم. 2 تا تیم اول و دوم میخوان آپدیت بیارن. همیلتون رو داریم که میخواد چارج کنه برای قهرمانی، 50 امتیاز اختلاف نفر دومه. لکلرک هم شاید یه نیم نگاهی داشته باشه به اون شرایط. و قهرمانی تیمی که تو 5 مسابقه اخیر خب فراری بیشتر امتیاز گرفته نسبت به مرسدس، ولی این بیشتر امتیاز گرفتنشون میتونست خیلی بهتر باشه، از اون طرف خیلی میتونست بدتر باشه. مرسدس خب بدشانسی‌های زیادی داشته. نگاهمون به این 2 تا تیم باشه. شانس برد مکس فراموش نکنیم، اینقدر داریم راجع به مسابقه هلند صحبت میکنیم، مسابقه خانگی مکس استپنه و خب عملکرد خیلی خوبی اینجا داشته. 2021 مسابقه رو برده، 2022 مسابقه رو برده، 2023 مسابقه رو برده، 24 نوریس برد، 25 پیاستری برد. معمولا اگر دقت کنید ماشین سریع فصل اینجا برنده میشه، یعنی ماشینی که بالانستره اینجا برنده میشه و شرایطشو داره، چون هم مصرف لاستیک مهمه. حالا میرسیم به لاستیک‌های این هفته. و مکس استپن برای برد این مسابقه باید یه تلاش مضاعفی خودش و ردبول انجام بده. این هفته هم تیمیشو نداره. شانس برد مکس رو من زیر 10% نمیبینم، ولی بیشتر از 15% هم نیستش. یعنی یه شانس یه نوری انتهای تونله، ولی خب تونل کوتاه، یعنی نور زیاد دیده میشه برای من. جابجایی در خانواده ردبول این هفته یک در واقع خبر مهمی امروز اومد. هجار مصدومیت مچ براش پیش اومده، مچ دست نیستش این آخر هفته رو. به جای او لاسن میره تو ماشین ردبول
سونودا میره تو ماشین ریسینگ بولز و این 3 نفری که میبینید وسطیه نیستش، سمت چپ میره تو ردبول، سمت راست که ردبول پوشیده میره تو ریسینگ بولز و این تعویضا رو دارن انجام میدن. باید ببینیم چیکار میکنن دیگه. یعنی لاسن امسال فرمش خیلی خوبه و اگه یه نتیجه خیلی خوب بگیره چی؟ مثلا اگه مکس رو چالش کنه چی؟ یا اگه بالا پشت سر مکس با اختلاف خیلی کم باشه و دوباره ردبول میره دست میزنه به یه همچین حرکاتی یا نه؟ البته هجار این فصل خیلی خوب بوده ولی بازم میگم باید حواسمون باشه که چه اتفاق میفته. من اگه جای هجار بودم استرس زیادی داشتم. تو هر تیم دیگه ای شما باشی یه ذره استرسش کمتره. تو ردبول یه مسابقه یه چیزی ببینن دیگه میگه آقا خدا نگهدار شما. بریم سراغ اطلاعات هفتگی و 72 دور مسابقه طولانی رو خواهیم داشت. البته دورها کوتاه، یعنی تعیین خط من فکر میکنم توی 1-10 1-9 باشیم برای مسابقه، توی 1-14 1-15 باشیم اگر همه چی گل و بلبل باشه، بارونی نباشه و مسابقه طولانی. امیدوارم برق باشه که خدمت شما باشم. 4259 متر 20 ثانیه توی پیت استاپ تایم از دست میدید اگر برید لاستیکتون رو عوض کنید. ترکشن 3 از 5، ترمزگیری 3 از 5، تایر استرس 5 از 5. نکته ای که اینجا مهمه ترک اِوولوشن 4 از 5. من حتی ترک اِوولوشن رو اینجا 5 از 5 میدونم. گفتم قضیه شن و ماسه رو، یعنی یه دفعه وسط تعیین خط Q2 تموم شده تا Q3 اون 5 دقیقه یا اصلا یه ماشین رد فلگ شده، یه ماشین رفته تو دیوار، این موضوع رد فلگ اگر بیاد و 20 دقیقه متوقف بشه این شن و ماسه ها برگرده توی پیست، اصلا پیست کنتر هم میشه. و سالهای قبل هم دیدیم مثلا سال قبل اسکار پیاسی با 2 تا سکتور زرد یه سکتور خوب پلو زد. چرا؟ چون دور آخرش انقدر شن اومده بود توی پیست خراب شده بود، فقط سکتور 3 بود که کلیر بود و این موضوع خیلی خوب مهمه. لاستیکا C2 C3 C4 اصلا من خودم فکر میکردم C3 C4 C5 داشته باشیم ولی خب تصمیم عوض شده، یعنی رفتن سراغ حالا اون میدرنج لاستیکا رو انتخاب کردن. به نظر منم بد نیست، خصوصا اگه طرفدار فراری باشید میدونید ماشینتون رو C5 وزنش چیه و رو C2 C3 چقدر سریع تره. من خودم از این ترکیب بهتر یعنی خوشم میاد، ولی اگر یه لایه نرمتر بود ممکن بود 2 استاپر رو ببینیم. از اون طرف هم خب پنجره استراتژی رو از دست دادیم. خدمتتون گفتم 1 هفته من نبودم، هم یه سری تغییرات دادم دیگه مشخصه، هم توی تصویر خودم هم توی کادر بندیمون کمی رنگ و چی بهش میگن رنگ دادیم بهش که مشکی و تاریک بود همه چیز، گفتم یه ذره رنگیش کنیم بره. و از طرفی دیگه مشکلی هم حالا من داشتم این بر اون ور و دکتر و فلان و بیسار، برای همین خیلی از دوستان گفتن آقا خوبی؟ آقا من خوبم مرسی، ولی یه هفته کلا نیاز به استراحت بود و هم یه در واقع برنامه جدیدی داره آماده میشه، همین که هفته های مسابقه رو طور دیگه ای قراره پوشش بدیم توی یوتیوب که هم کامل تر باشه همین که بهتر باشه. مهمتر از همه اینه که بهتر باشه. الان اینو داریم، فردا ویدیو استقبال از ویدیوی در واقع آپدیت های هلند رو داریم، جمعه بررسی تعیین خط اسپرینت و تمرین رو داریم، شنبه بررسی تعیین خط رو داریم، یک شنبه این سورپرایز اصلی من بود. حالا یه سورپرایز دیگه هم هست که اونو هنوز 100% نشده، ولی سورپرایز اصلی اینه که یک شنبه ها بعد از مسابقه ما لایو داریم. یعنی بعد از مسابقه مثلا نیم ساعت بعد مسابقه اگر حالا علیرضا تونست بیاد خیلی خوشحال میشیم، اگه نتونست بیاد خودم هستم، مثلا لایو داریم، میایم اینجا میشینیم توی یوتیوب و صحبت میکنیم، چت داریم 1 ساعت و نیم 2 ساعت اصلا هر چی شد هر چی کشیدیم آقا با هم صحبت میکنیم راجع به مسابقه از یه دیدگاه طرفدار، یه ویدیو کاملا دوستانه. حالا دوشنبه ها بررسی سر جاشه، ممکنه بررسی بره 3 شنبه ولی ممکنه دوشنبه هم باشه. این هدف اینه که ما در واقع یک شنبه خیلی هم گفتن آقا این بررسی رو بیار یک شنبه مسابقه تموم میشه و دلمون میخواد بیایم ببینیم نظرت چیه صحبت کنیم. یا من گفتم چه کاریه، بیایم یک شنبه یک لایو بذاریم همه با هم دیگه بشینیم صحبت کنیم و چت داشته باشیم
یه محیط خوبی فراهم بشه، دوشنبه بررسی های فنیشو انجام بدیم. یعنی من بیام بگم اوکی آقا دیتا اینه این دوره رو اینطوری زده، اصلا بذاریم کنار نظرات شخصی و ویدیوی دوشنبه، همه چیز بره سراغ دیتا و اتفاقاتی که از لحاظ آماری افتاده یک شنبه بشه نه نظر شخصی. من اینجوری دارم فکر میکنم، حالا فردا ببینیم. آره دیگه یه همچین فرمتی داریم. علاوه بر اون تصمیم شده هفته یک جلسه، حالا بجز این لایو، هفته یه جلسه هم لایو داشته باشیم که با همدیگه اصلا صحبت کنیم و راجع به فرمول 1 بیشتر در کنار هم باشیم. ممنون از همه شما عزیزان. امیدوارم ویدیوی خوبی رو دیده باشید و میبینمتون به زودی فردا در ویدیو آپدیت.